سلام به برنامه سرخط رویدادها خوش آمدید. امروز جمعه 19 مارس و من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. در برنامه امروز درباره افزایش قرض معاش در تاجیکستان، استفاده واکسن استرازنیکا و تحولات اخیر در رابطه با ترانه منیژه سنگین، آوازخوان تاجیک تباری روسیه خواهیم گفت. و شروع کنیم از بعضی باد و هوا که در روزهای جشن نوروز امساله که پگاه 20 مارس فرا میرسد نامساعد خواهد بود. بنابر پیشبینی آب و هواشناسان پگاه در اکثر مناطق تاجیکستان هوا ابری و بارانی خواهد شد. احتمال باریدن ژاله و رعد و برق نیز پیش بینی می شود. حرارت هوا 13-14 درجه گرم خواهد شد. شبانه روز گذشته در قلمرو کشور 3 حادثه ترمه به قید گرفته شده است. چنانچه روز 17 مارس در قلمرو ناحیه‌های روشان و اشکاشمی ولایت مختار کوهستان بدخشان ترمه آمد و موقتا راه ماشینگردی خاروق اشکاشیم و خاروق مرغاب را بسته است. در این ترمه خرابی و دیگر حادثه های ناخوش به قید گرفته نشده است. در این باره کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 18 مارس اطلاع داد. گفته می شود برای برطرف نمودن پیامدهای این ترمه وزارت نقلیات تکنیکی مخصوص جدا کرد و راهها پاککاری شدند. بنابر باقی ماندن خوف ترمه، نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده در راههای ماشینگردی کوهی دوشنبه خوجند و دوشنبه ونج شبانه روزی نوبت‌داری می‌کنند. حکومت قرقیزستان با نشر یک اظهارات از انجام مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان بر سر تقسیم و علامتگذاری مرز دو کشور خبر داد. مذاکرات روزهای 16 و 17 مارس در آسایشگاه بانک ملی تاجیکستان واقع در شهر گلستان تاجیکستان قیراقم سابق دایر شد. در اظهارات حکومت قرقیزستان که روز 18 مارس به نشر رسیده است گفته می شود جانب‌ها در مسئله ضرورت تقویت بخشیدن کارهای معین کردن خط مرز هم فکرند. در این مذاکرات همچنان واخوری گروه‌های کاری توپوگرافی دایر شده است. گفته می شود در پایان این دوره مذاکرات جانب‌ها به موافقه رسیدند که دور دیگری گفتگوها بر سر تقسیم و علامتگذاری مرز در قرقیزستان دایر خواهد شد، اما از سنه مشخصی برگزاری آن نام نبردند. خط مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد. تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامتگذاری شده است. دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سر منطقه‌های بحث برانگیز با موافقه برسند و خط مرز را بکشند. سر از امروز فرانسه و آلمان استفاده واکسن استرازنیکا را از سر میگیرند. دیروز ناظران اتحادیه اروپا اعلان کردند که امگذرانی با این واکسن بی خطر است. بعد این اطلاع اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، لیتوا، لاتویا، اسلوونیا و بلغارستان هم تصمیم گرفتند توقف امگذرانی با استرازنیکا را خاتمه بخشند. دیروز مقامات تاجیکستان نیز گفتند که از استفاده واکسن استرازنیکا خودداری نمی‌ورزند. سمرالدین علیزاده معاون وزیر تندرستی روز 18 مارس در نشست مطبوعاتی گفت تا حال آغاز امکانی دقیق نیست، ولی تاجیکستان معرکه را با تطبیق استرازنیکا آغاز می‌بخشد. تاجیکستان تا کنون از خارجه 192,000 وایه و یا دوزه واکسن استرازنیکا را دریافت کرده است. معاون وزیر تندرستی تاجیکستان در پاسخ به نگرانی‌ها درباره این واکسن گفت بعد از آغاز امگذرانی در تاجیکستان وضع شخصان ام گرفته زیر نظارت گرفته می شود. پیشتر جمال‌الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی گفته بود برای گرفتن واکسن سپوتنیک وی با روسیه گفتگو دارند. طبق اطلاع مقامات چین هم به تاجیکستان واکسن رایگان پیشنهاد کرده است. مقام‌های بلندپایه آمریکا و چین روز پنجشنبه 18 مارس در اولین نشست خود در دوران پرزیدنتی جو بایدن به شدت از یکدیگر انتقاد کردند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و یانگ جیچی مسئول رابطه‌های خارجی حزب کمونیست چین در آغاز این نشست دیروزه در آلاسکا به طور آشکار با انتقاد از سیاست‌های یکدیگر پرداختند. این خبرگزاری میگوید جنگ لفظی آشکارای مقام‌های بلندپایه آمریکایی و چینی در آغاز این نشست میتواند نشانه آن باشد که لحن آنها در مذاکرات پشت درهای بسته از این هم تندتر خواهد بود. رابطه‌های آمریکا و چین در زمان پرزیدنتی دونالد ترامپ به پایین‌ترین سطح در دهه‌های گذشته رسید. حکومت ترامپ شماری از شرکت‌های چینی را تحریم کرد و از نقض حقوق بشر در چین سخت انتقاد نمود. با این حال در پی روی کار آمدن حکومت جو بایدن مقام‌های چینی در مورد مناسبت کشورشان با آمریکا ابراز خوشبینی کردند و از واشنگتن خواستند تا قدم‌های را در این راه بردارد.
در تاجیکستان قرض مزد مهنت به 84.8 میلیون سومانی معادل 7.5 میلیون دلار رسیده است. آژانسی آمار با نشر این رقم نوشته است از فوریه سال 2020 تا فوریه سال 2021 حجم قرض از مزد مهنت از 48 میلیون سومانی قبلی تا به 84.8 میلیون سومانی افزوده است. مزد ماهانه میانه مهنت در تاجیکستان به حالت ماه فوریه امسال 1445 سومانی معادل 128 دلار و حجم مزد مهنت حداقل 400 سومانی و یا 36 دلار بوده است. بنابر نشانداد آمار، معاش از همه بلند را در تاجیکستان کارمندان ساحه بانکداری و سقورته میگیرند. معاش آنها به حساب میانه 3452 سومانی بوده است. متخصصان اطلاعات و علاقه با 2874 سومانی مزد میانه معاش در جای دوم قرار گرفتند. کشاورزان در تاجیکستان از همه کمتر معاش می گرفتند، ماه 630 سومانی و یا 62 دلار. دادگاه در شهر کولاب یک مربی کودکستان را در این شهر برای سوزانیدن بری رخسار یک کودک گناهکار دانسته است. مربی را با جرم اجرا نکردن عهدهداری عاید به تعلیم و تربیت نابالغ گناهکار دانستند. تفصیلات این قضیه را در برنامه اخبار آزادی برایتان گزارش خواهیم داد و حالا رو آوریم به آشکار شدن جنایت دیگری در ولایت ختلان. در ولایت ختلان جوانی که از حیثیت رشک همسرش را با ضرب کارد و بیرحمی خاص کشت بازداشت شده است. مقامات ملیسا در ناحیه جیهون روز 18 مارت از بازداشت میرزا ملک سلطانوی 32 ساله ساکن این ناحیه خبر دادند که به گفته مقامات زوجش گلنگار میراوی 34 ساله را در پی رشک بی اساس در باشگاه صحرایی با کارد خواجگی چند مرتبه به عضوهای مهمی بدنش ضربه زده با بیرحمی خاص به هلاکت رسانیده است. گفته می شود بعد این سلطانوف با بدن خود نیز چند کارد میزند. ضد سلطانوف با جرم آدمکشی عین زمان پرونده باز شده است و تفتیشات ادامه دارد. نظر خود او و پیوندانش به این عیبنامه هنوز دسترس نیست. مقامات تفتیشاتی در روسیه در متن ترانه راشن وومنی منیژه سنگین آوازخوان تاجیک تبار مقیم مسکو هیچ سخنی توهین‌آمیز و یا غیرقانونی را پیدا نکردند. در این باره آژانسی ریا نووستی روسیه در تکیه به منابع خود در مقامات قدرتی این کشور روز 18 مارت خبر داد. قبل از این یک گروه از فعالان جامعه شهروندی در روسیه از کمیته تفتیشاتی روسیه خواسته بودند محتوای ترانه منیژه سنگین که به ادعای آنها آن را ضد ارزش‌های روسیه است تحقیق کنند. منیژه سنگینی 29 ساله آوازخوان تاجیکی مقیم شهر مسکو روز 8 مارت در نتیجه آوازدهی تماشابینان شبکه اولی روسیه غالب شناخته شد و همکنون در سبقت ترانه‌ها در یورویدینیا از روسیه نمایندگی خواهد کرد. پیروزی دختر تاجیکی شهروند روسیه در بخش ملی آزمونی با نفوذ بحث زیادی را ایجاد کرد، در حالی که بسیاری از شرکت این آوازخوان جانبداری کردند. ایده دیگر با اشاره به تاجیک بودن منیژه با نتیجه های آزمون مخالفت دارند. منیژه در صحیفه های اجتماعی نوشته است موج تنقید و تحقیر در نسبت خود را نادیده میگیرد و در سبقت یورویدینیا را همه را قائل خواهد کرد. بینندگان ارجمند، در پایان این نشر سرخط رویدادها همچون نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی تاجیکستان برای امروز نشر کرده است، یک دلار آمریکایی 11 سومانی و 30 درم، یک یورو 13 سومانی و 48 درم و 1000 روبل روسی 152 سومانی و 80 درم ارزش دارد. قرب خرید و فروش اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی نظر به قرب رسمی از 1 تا 3 سومانی میتواند فرق کند. خبر و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما می‌کنیم که پس از 3 ساعت مستقیما در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و صحیفه‌های رادیو آزادی در فیسبوک نشر می‌شود و ثبتش را هم می‌توانید آنجا تماشا کنید.